سلام به دوستای عزیز، همراهان گرامی، خوش اومدین. امروز دوباره میخوام آموزش خیلی مفید رو در مورد یوتیوب خدمتتون عرض کنم. گذاشتن کلیپ در یوتیوب هست که میخوام از روی صفحه نمایش گوشی برای شما آموزش بدم که چطور کلیپ بذارید و چطور میتونید بازدید خیلی خوبی از این کلیپ ها بگیرید و به درآمد عالی انشالله در آینده نزدیک با همدیگه و به کمک همدیگه انشالله برسیم. همونطور که میبینید من خودم هم اینجا که میبینید تعمیرکار موبایل هستم و میخوام از آموزش های خودم برای شما هم کلیپ تهیه کنم و حتما میذارم داخل یوتیوب. انشالله استفاده لازم رو ببرین. دوستانی که در مورد گوشی هاشون هم مشکلی داشته باشن میتونن از من کمک بگیرن، پیام بدن داخل یوتیوب، تلگرام و اینستا. حتما جوابگو هستم در اولین فرصت و خیلی راحت و بدون هزینه مشکلاتی هست که حل میشه از گوشیتون و خیلی راحت میتونین خودتون داخل خونه تعمیرش کنین و نیازی به بردن تعمیرگاه نباشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. بریم ادامه رو روی صفحه نمایش گوشی خدمتتون عرض کنم. برای گذاشتن کلیپ در یوتیوب ما اولین کاری که انجام میدیم باید کانالمون رو سفارشی سازی کنیم که کلیپ هایی که میذاریم بازدید خوبی بگیره. برای این کار من الان وارد حساب یوتیوب خودم میشم که شما قشنگ ببینید الان وارد حساب خودم شدم. از این قسمت ببینید الان من بیرون بیام. کلا این صفحه اصلی حساب من هست. این قسمت بالای کانال مشاهده کانال میزنین. قسمت اینجا یک مداد هست، روی این مداد کلیک میکنین. ببینید قسمت نام الان من نوشتم آموزش میلیونی که مربوط به موضوعاتی هست که من میخوام بذارم، برای کسب درآمد هست و امیدوارم که استفاده کافی برای شما داشته باشه، درآمد کافی هم براتون داشته باشه انشالله. با همکاری همدیگه میخوام از همین الان شروع کنیم و از همین الان پیش بریم، چه 1 ماه طول بکشه، چه 3 ماه طول بکشه، چه 1 سال طول بکشه، بالاخره ما به درآمد خواهیم رسید و انشالله که درآمد خیلی خوب و عالی از درآمد کلی شاههایی که شما در طول زندگیتون دیدین و انجام دادین انشالله که بیشتر باشه و خیلی مفید براتون واقع بشه. ببینید قسمت نام آموزش میلیونی من الان گذاشتم. نام کاربری خیلی مهمه. من الان گذاشتم کسب درآمد با من. ضمیرها به این قسمت به صورت اختیاری میتونید برای خودتون ضمایرتون رو اضافه کنین. این قسمت هرچی میخوان، هرچی در مورد مربوط به کانالتون هست رو در این قسمت میتونین افزودن ضمیر بزنین و اضافه کنین. نشانی وب کانال اینجا خودش وقتی شما حسابتون ایجاد کردین، الان که داخل کانالتون اومدین، این نشانی وب وقتی این نام کاربری و همه رو انجام دادین، این نشانی وب برای شما ایجاد میشه به صورت اتوماتیک از طرف خود یوتیوب. این نشانی وب برای شما ایجاد میشه که شما میتونید اینو هم اشتراک گذاری کنین در پلتفرم های دیگه یوتیوب، مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و هر جای دیگه، روبیکا، هر جای دیگه که میخوان مخاطباتون از اون طریق به کانال شما بپیوندن، میتونید این کپی رو بزنید و نشانی وب کانالتون رو در اون قسمت قرار بدین. این قسمت شهر که همون دیسکریپشن به انگلیسی گفته میشه، خیلی مهم است که شما چه مشخصاتی را در این قسمت وارد کنید و شرح بدید. در این قسمت الان من نوشتم که یه متن خوش آمدگویی در اینجا نوشتم که مربوط به کانال خودم هست و موضوعات افزودن که زدین
اگه بین 45 تا 60 سالته و میخوای مثل دخترای 18 ساله اگر میخوان متنی بنویسین اینجا مینویسین. الان من میخوام بنویسم آرایشی به روش ساده و سنتی. خب تمام چشم بیای این ویدیو رو تا انتها ببین. با این کار توی 20 روز پوستت مثل دخترای 18 ساله میشه. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب، یک قاشق زردچوبه و یک قاشق ماست و عسل رو با هم ترکیب کن. دوباره باز اینا اگه میخوان ویرایش کنین این قسمت ویرایش ببینید. اینو میخوان پاک کنین یا میخوان به صورت یک روز در میون به مدت 20 دقیقه روی پوست رو میزنم. صبر میکنه تا لود بشه. حالا من چون از وای فای استفاده میکنم سرعتش یک مقدار پایین تر است و عذرخواهی میکنم از اینکه ببینید اینجا نوشته ایجاد شهر برای فیلم کوتاه. شما یه شهر کوتاهی می نویسین. من اینجا می نویسم اگه میخوای جوان بمونی اینو انجام بده به همین راحتی. خب این قسمت پایین میبینید اینجا هشتگ داره. هشتگ اگه میخوان بذارین یکی مثلا از اینا رو انتخاب میکنم. من نیستم آرایشی. یه هشتگ های هستن که اینجا بهشون اضافه میشه. دوباره یه هشتگ دیگه میخوام بذارم. خب حالا به انگلیسی هم شما میتونید وارد کنید. مثلا آرایش ببینید میتونید اینجا وارد کنید به انگلیسی. فرق نداره چه فارسی چه انگلیسی شما میتونید وارد کنید. دوباره اینجا من آموزش هم میزنم اضافه میشه. 3 تا هشتگ هم گذاشتم. رویت پذیری، قسمت رویت پذیری شما رو عمومی بذارین. اگه میخوان خصوصی هم باشه که دیگه خصوصی میذارین. اگه عمومی هم باشه که این فرست نشده هم وسط این هر کسی پیوند رو داره میتونه مشاهده کنه. من هم رو همون عمومی میذارم. زمان بندی هم شما میتونید تعیین کنید که الان منتشر بشه چه ساعتی منتشر بشه. ببینید اینجا میتونید شما تاریخ و دقیق و اینا رو همه رو وارد کنید که چه زمانی و چه ساعتی این ویدیو آپلود بشه. من اینا رو تغییراتی درش ایجاد نمی کنم. همون تنظیمات خودش پیش‌فرض رو انتخاب کردم. و اینجا هم انتخاب مخاطب شما میتونید انتخاب کنید که به کدوم مخاطب میتونید خصوصی ارسال بشه. من کسی رو انتخاب نمی کنم. میخوام هرچی مخاطب هست هرچی مخاطب دارم به همش ارسال بشه. این قسمت ویدیوهای مشابهی که من الان در مورد این ویدیو گذاشتم هست و من اینا رو نمیخوام انجام بدم. بعدا این ریمیکس استودیو و ویدیو مجاز باشد. شما میتونید یک آهنگ صوتی رو به این ویدیو اضافه کنین. مثلا اون صدا هست میشه و اون آهنگ جایگزین اون صدایی که هست روی ویدیو شما به اشتراک گذاشتین میشه. نظرات هم که باید روشن باشه حتما که اگه کسی نظری داد شما بتونین ببینین خوشش اومده از ویدیوتون یا نیومده یا هر نظر دیگه که داده هر ایده ای میخواد بده شما در قسمت نظرات فقط میتونین ببینین. خب من اینا رو انجام دادم. الان بارگذاری فیلم کوتاه این قسمت پایین رو میزنم. خب ببینید اینجا نوشته در حال بارگذاری در ویدیوهایتان مشاهده ویدیو. من روش مشاهده ویدیو میزنم. اینجا الان در حال آپلود هست ویدیویی که من میخوام بذارم. ببینید حالا به خاطر اینکه ویدیو خیلی طولانی میشه به همین راحتی دیگه الان این درصدش الان 8% بازگذاری شده تموم بشه. ویدیو من در
کانال من آپلود میشه و مخاطبان من میتونن راحت اینو ببینن به همین راحتی. خیلی سخت نیست، واقعا یوتیوب سخت نیست و خیلی راحته. اگه از الان شروع کنی خیلی راحت تر هم میشه. هر روز دیرتر شروع کنی به ضررت هست. انشالله که زودتر این کار رو شروع کنی و من هم سعی میکنم که ویدیوهایی بذارم که سریعتر رشد کنین و به کمک همدیگه بتونیم به درآمدهای عالی دلاری که اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی و در خواب هم نمیتونی ببینی بهش برسی. انشالله که موفق باشید و پیروز تا ویدیو بعدی که در خدمت شما باشم. به امید دیدار.